درود و صد درود به روی ماهتون. من زدالان هستم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. در واقع این اولین ویدیوی من در یوتیوب، تازه فعالیت شروع کردم. خیلی ممنون میشم که حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم ازتون، چون واقعا بهم کمک میکنید. چرا؟ چون تازه شروع کردم و کلا یه دونه سابسکرایبر دارم. بریم سراغ راستی نگفتم تو این ویدیو میخوام آیتما و ستا و سایتا و حالا لاکی رویالی که قراره به بازی اضافه بشه تا یه هفته یا 2 هفته آینده تقریبا این موقع میاد به بازی، میخوام از الان بهتون نشون بدم. و اینکه چی دیگه، بریم سراغ ویدیو. لازم آقا بیاد اگه نت یاری کنه که بله این که اومده، ولی به یه صورت دیگه که خیلی چیزای تخمی هستن. اوه چقدر خوشگله این، چیزای خاصی نداره. چی اینم که تو آفر اومده بود و مهمتر از همه این اسکین روباه و این لوت باکسه. این دوتا تا یه هفته آینده یا 2 هفته نمیدونم دقیقا، چون زمان دقیق و گارنا اعلام نمیکنه. این دوتا قرار با یه سایتی وارد بازی بشن که تو اون سایت اینو هست، این اسکین روباه، اسکین پت، این اسکین لوت باکس، یه دونه یخ که خیلی یخش گاده و اینجا بالا واسهتون عکسشو میارم، و اسکین کاتانا هم قرار بیاد همجور که میبینید، و چند تا چرت و پرت دیگه. و اینکه سایت بعدی دنس بنازم. این دنس خیلی خوشگله، این قرار به بازی اضافه بشه و چیزم داره، یه اولین دنس و تنها دنسیه که دیالوگ داره. دیالوگ داره. خیلی چیز گادیه به نظر من، اینو باید گرفت. و اینکه این چیز با این سته میاد، این سته خیلی خوشگله. بعد این سته پیرنش خیلی قشنگه. هستم شلوارشی که نیستم، 1060 شلواره اینا هم نیستم، فقط پیرنشو هستم. آره خلاصه این سته هست. یه دونه اسکین ماشین داره خیلی خوشگله. این اسکین قمص، تبر، ساتور، چیه این، هر چی هست چرت و پرته. و اینم اسکین یخش که حالا سبلش هم به این صورته. از این توکنای چیز میخواد دیگه، نمیدونم چی هستن. کار تغییر اسم داره توش. والا قطعا اگه بیاد کار تغییر اسم و اینا نمیاد. چرا؟ چون با کمی تغییر اساسی گارنا میاره تو خبر. و اینکه اینی که اصلا فکرش هم نکن، این اصلا بنداز دور. آقا اینم گفتن که قرار بیاد. این چیه این، یادم رفت اسمش. مکس 7 آره یه دونه از این داره، چیز بدی نیست. یه خط دقت، 2 خط سرعت چیز داره، تغییر خشاب و اینا داره که اصلا آشغاله، به در نمیخوره. یعنی که بسیار تخمی. چندش خیلی زشته. خب این چه انیه؟ برو ریدم دهن گارنا. و اینکه وای چقدر خوشگله. این هم که قراره بیاد، چیز خاصی نیست. این دنسا رو داره، ولی خب قطعا این دنسا نمیاد تو سرور ما، چون اگه خاور چیز نداره، اصلا شانس نداره. خب این چی چرت و پرت داره. بعد این خوشگله، اینو هستم اینم خوشگله دیگه، بقیش آشغاله. اینم خوبه، بد نیست اینا. خلاص لوت باکس داره، اسکیت داره، آواتار داره. پشما اینو هستم با اینو و این، همینا چیز خاصی قرار نیست. و اینکه یادم رفت بهتون بگم، تاپ آپ خیلی گادی قرار بیاد. کجا رفت؟ کو تاپ آپ؟ اینا تاپ آپ این چیزه تراگونه. آره تراگون، اسکین تراگونه. یه دقت داره، یه دونه نمیدونم چی داره، خیلی تخمیه، آشغاله. این ست زرانه رو داره. بله این تاپ آپ قرار، این چقدر خوشگله این. بله این تاپ آپ قرار به بازی بیاد و این تاپ آپ 2 هفته دیگه میاد. اینو مطمئنم 2 هفته دیگه میاد، مطمئن نیستم ولی خب اگه بخواد بیاد 2 هفته دیگه میاد. و این آواتار بنر خیلی خوشگلی داره، ولی خب حیف که دومی نیستن. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال منو مهمتر از همه کانال رو ساب کنید. خیلی ازتون ممنون میشم، خیلی بهش نیاز دارم واقعا، چون تازه کانال زدم. خیلی ممنون که این ویدیو تماشا کردید و اینکه هیچی دیگه، نوکرتونم.